این سری با قطار رویال داریم میریم مشهد. اینکه شام آنباکس کنم یه کیف دیدیم اولش، بریم ببینیم داخلش چیه. یه دونه مسواک و خمیر دندون، دستمال مرطوب و پاشنه کش به قول ما قمیان. خب بیا اینجا، این از میوه هاشونه. موز دارن، موزش البته کوچیکه، خیار و سیب، چای کرک، بادام زمینی، کیک، چای لیپتون و قند و با یه فلاکس آب جوش، آب معدنی و لیوان و اینم که دمپایی یه بار مصرف. بریم برای آنباکس شاممون. شاممون جوجه کباب انتخاب کردیم. جوجه کباب، زیتون گذاشتن با سالاد چیکن و نوشابه. خداییش خوشمزه بود، یعنی هم برنجش میخوره برنج ایرانی باشه، هم جوجه هاشون آبدار و نرم بود. بریم برای تست سالاد چیکنش. سالاد چیکنش بیشتر سیب زمینیه، یعنی مرغ اونچنانی که دو تا بیشتر نمیبینیم. نه اینو حال نکردم باشه. اینم از سرویس بهداشتی قطار رویال که هم فرنگی داشتن هم ایرانی با دستخوش کن که خیلی تمیز بود. توی کامنت ها بهم بگید تا حالا تجربه سفر با این قطار رو داشتین؟